نفری برگه در بیارین یه امتحان کلاسی بگیریم. آقا قرار نبود امتحان بگیریم. آقا اجازه؟ بله. آقا تازه جلسه سومه، هیچ معلمی موقع سال امتحان نمیگیره آقا. من امتحان میگیرم، مشکلی هست؟ همه جوجه معلم تازه کارا. کی بود نمک ریخت؟ هر کی بود وجودش داشته باشه یه بار دیگه بیاد پای تخت همین حرفا رو بزنه. بچه اول سالی با من لج نکنید اذیتتون میکنم نمیگی نه؟ خودتون خواستید. الان نفر یه منفی خوشگل میذارم جلو اسمتون کیف کنید. آقا اجازه؟ بگو اینا. آقا سعیدی بود. سعیدی کیه؟ پاشو وایس ببینم. تو بودی ها؟ بله. برو بیرون. آقا میشه این سری ببخشید. نمیشه، برو بیرون. میری بیرون وای میسی بیام تکلیف تو رو روشن کنم. برو بیرون. تو اسم چی بود؟ آقا ما یزدان پناهیم. یزدان پناه. بله. تو خجالت نمیکشی؟ برای چی آقا؟ به خاطر یه منفی رفیق تو لو دادی بدبخت؟ آقا شما خودتون گفت. من گفته باشم تو اینقدر بی وجودی نمیفهمی نباید رفیق تو لو بدی؟ بچا بشناسیدش ها. آدم فروش کلاستون اینه، خوب بشناسیدش. برو بیرون میرم. آقا ما نمیریم. بی خود میکنی؟ میری بیرون یا بگم رحیمی بیاد با کتک بفرستت بیرون؟ پاشو بینم. باشه برو دیگه. آقا ما میریم ولی فردا با اولیامون میریم مدرسه. حتما این کارو بکن. ببینم چجوری تو رو تربیت کردن انقدر بی وجود از آب در اومدی.